فرانسه یه دونه داره از ظاهر، ولی انگلیس‌ها هیچ کس رو ندارن در ایران. البته من پیرو تئوری توطئه نیستم، ولی به هر حال یه چیزیش که می‌بینیم اینو. خب اگر اجازه بدید بپردازیم به برخی از مشکلات کنونی در روابط ایران و فرانسه. آقای دادرس، در ماه ژوئیه می‌دونیم یک دانشجوی تبعه فرانسوی به نام خانم کلوتید ریس به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی و محاکمه شد. 10 اوت با پرداخت وثیقه آزاد شده و در سفارت فرانسه در تهران به سر میبره تحت حمایت آقای برنارد پولتی، سفیر فرانسه هستن ایشون در تهران. شما از خانم ریس به عنوان گروگانی برای معاملات پشت پرده یاد کردید. چگونه معاملاتی مد نظرتون هست؟ ببینید، در ماه مارس 2009 درست 20 مارس شخصی به نام مجید کاکاوند که ایشون مهندس برق در شرکت در وزارت نفت ایران هست، به اتفاق همسرش با هواپیمای ایروفلوت، هواپیمای روسیه، از روسیه می اومد که تعطیلات نوروزش رو در پاریس بگذرونه. پلیس مرزی فرانسه به دلیل درخواست دادگاهی در کالیفرنیا یه حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرده بود، ایشون رو دستبند میزنند و دستگیر میکنن در برابر چشمان همسرش. ولی پس از چند ماه ما میبینیم که در ماه مارس کاکاوند رو میگیرن، در ماه ژوئن در همون جریانات خرداد ماه کلوتید رایس رو میگیرن و بعد در جایی ما میبینیم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که ما مدت‌ها بوده اینو در زیر نظر داشتیم. یه دختر دانشجو بوده که در ایران یه دوره میگذرونده، در دانشگاه تدریس زبان فرانسه میکرده. مشکلی که این داشته این بوده که در اون پرونده‌ای که ارائه داده این پدرش در سازمان انرژی اتمی فرانسه کار میکرده و این دختر جوان هم یه دوره به نام استاژ یا یه دوره آمادگی رو در اونجا گذرونده در حدود شاید 1.5 ماه 2 ماه و متخصص کارشناس اتمی هم نشده و نیست و اصولا جاسوس هم نمیتونه باشه، چون جاسوس یه شرایط دیگری داره که این خانم فکر میکنم فاقد این باشه. بنابراین من اینو که گرفتن، من فکر میکنم که در رابطه با مجید کاکاونده، چون مجید کاکاوند همونطوری که حالا بهش اشاره خواهیم کرد مسائلی پشت پرده میگذره، کمان که چندی پیش اون اردبیلی حسین اردبیلی رو از گرجستان مسترد کردن به امریکا که یک قاچاقچی اسلحه بود. کاکاوند اطلاعات بسیار زیادی از معاملات جمهوری اسلامی داره، برای اینکه همسرش هم کسی است که در کامپیوتر شرکت مخابرات کار میکنه. شرکت مخابرات هم یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران. درسته. آقای دادرس، ظاهرا قراره در این ماه یک جلسه دادگاهی باشه برای آقای مجید کاکاوند در فرانسه. آیا فکر میکنید دادگاه فرانسه ممکنه کاکاوند رو آزاد بکنه به عنوان یک برگی برای اینکه خانم کلودید ریس هم از اون طرف توسط جمهوری اسلامی آزاد بشه؟ به نظر من فرانسوی‌ها کوشیدن که علی وکیلیراد رو با کلوتید رایس معاوضه کنن به نوعی، چون میدونید علی وکیلیراد یکی از قاتلین زنده یاد دکتر شاپور بختیاره که تنها کسی است که دستگیر شد در اینجا و به زندان ابد محکوم شد، اما با یک دوره امنیتی 18 ساله. این در ماه اوت گذشته چند ماه پیش این دوره امنیتی تموم شد. وکیلیراد یک به دادگاه تجدید نظر پاریس درخواستی مبنی بر آزادی مشروط برای علی وکیلیراد کرد. اینجا قانون هست وقتی که اون دوره امنیتی تموم میشه میتونن آزادی مشروط بخوان، شرایطی داره، ولی اگر قاضی تصمیم گرفت ایشون رو آزاد میکنه. همون زمان وکیل ایشون یک درخواست دیگه کرد که چون این کارت اقامت نداره و بنابراین نمیتونه کار کنه، چون یکی از شرایط آزاد شدن متهم اینه که یک کار ثابتی داشته باشه، جایی داشته باشه. باید بلافاصله هم طبق ماده 26 به اصطلاح قانون اداری فرانسه از فرانسه اخراج بشه و دادگاه ایشون 10 فوریه یعنی تا 4 روز دیگه تشکیل خواهد شد. این رو دست فرانسوی‌ها مونده، چون به درد هیچ کاری نمیخوره جز اینی که زندان پر کرده، یه خرجی هم داره. حالا اگر بشه ایشون رو به گفته معاوضه کرد با یه
دختر کلوتید رایس، خب چه بهتر. ولی هدف جمهوری اسلامی وکیلی راد نیست، چون وکیلی راد یک کادوی، یک هدیه سمی میشه در اکنون برای جمهوری اسلامی. خب یه قاتلی رو میخوان پس بفرستن به ایران و فرانسوی هم از اعتراض اپوزیسیون ایرانی نگرانن در این شرایط که بخوان اینو آزاد کنن. ولی خواه ناخواه وکیلی راد آزاد خواهد شد طبق قانونی که در اینجا حکم فرماست. مسئله اصلی مسئله مجید کاکاونده. این شخص اطلاعات بسیار زیادی داره. آقای سفیر ایران، آقای میر ابوطالبی، در یک گفتگویی که با یکی از تلویزیون‌های به نام 24 ساعته داشت، در اونجا میگه که این یه بازرگانه و این به خیلی کشورها میرفته و ایشون آزادش باید بکنین، کاری نکرده جرمی، در صورتی که نمیگه که این کارمند وزارت نفته و از شرکتی در مالزی اینها شرکتی رو اونجا برپا کردن و از طریق اینترنت از امریکا ابزار الکترونیکی و اندازه‌گیری و چیزایی رو می‌خریدن که اینها پیدا شده که در صنایع موشکسازی و انرژی اتمی کاربرد داره. منتها فرانسوی‌ها معتقدن که چون قانونی که امریکایی گذاشتن در خاک خودشون، این تحریم اقتصادی، چنین قانونی در فرانسه نیست، چون پارسال این قانون به وجود اومده. یعنی اینها هم با امریکایی یکی شدن. حالا اگر بتونه وکیل، چون ماه گذشته نماینده دادستان از کالیفرنیا به اتفاق یک وکیل اومدن اینجا شرکت کردن و مدارک بیشتر ارائه دادن در مورد اینی که بتونن ایشون رو مسترد کنن به امریکا. حالا اگر بتونن یکی از معاملاتی که ایشون انجام داده بعد از این تاریخی بوده که فرانسوی‌ها هم پذیرفتن که با امریکایی همکاری کنن، ایشون مسترد میشه و حداقل ریسک 20 سال زندان داره، مثل قاچاقچی اصلی که در امریکا میگیرن. آیا فرانسوی‌ها تونستن تخلیه اطلاعاتی بکنن کاکاوند؟ آیا اطلاعاتی در اختیار فرانسوی‌ها گذاشته؟ من شک ندارم که هم ایشون رو تخلیه اطلاعاتی کردن. همینی که درست روزی که کلوتید رایس رو اینها رها کردن که بره در سفارت فرانسه اقامت کنه تا پایان پروسش دادگاهش، اینها هم وکیلی راد رو آزاد کردن که بیاد در یک خونه تحت نظر باشه. و درست میدونین که 15 اوت بود، یعنی کمتر از 2 ماه از جریانات خرداد ماه و جنبش سبز در ایران گذشته بود و ایشون میتونست تلویزیون ببینه، اخبار رو ببینه. بسیاری ترسیدن، حتی بسیاری از عوامل رژیم پناهنده شدن به خارج، از ریزش کردن، بریدن. من برای نمونه به شما بگم که رئیس بانک سپهی که در سال 95 گفته میشد همدست بوده با چند نفر و از درون سفارت هم همینطور 12,400,000 دلار پولهای بانک سپه و ملت بردن، درست چند روز پس از خرداد ماه یک افشاگری بزرگ کرد و نام آقای سید مهدی میر ابوطالبی سفیر رو آورد که در اون زمان کاردار بود و نام آقای آصفی رو آورد که 2,700,000 دلار به حساب آقای آصفی رفته و مسائل. من فکر میکنم مجید کاکاوند هم بیشک تحت تاثیر این اتفاقات رخ داده که در ایران هست قرار گرفته و احتمال همکاری کردنش هست و اگر آزاد بشه متوجه باشید که در حقیقت تخلیه اطلاعاتی کامل شده و من الان براش هم نگرانم که اگه این موقع بخواد برگرده ایران شاید یه اتفاقی مثل اون دکتر علی محمدی براش بیفته. بله. یکی دیگه از مسائلی که وجود داره در بین ایران و فرانسه، مسئله همین سفارت ایرانی که فرمودید سوء استفاده بوده در ماه نوامبر 2009 که مطبوعات فرانسه بهش پرداخته بودن. پولهای سفارت ایران در بانک فرانسه از سوی 2 تن از کارمندان سفارت برداشت میشه. در این مورد ممکن توضیح بدید؟ بله، در ماه نوامبر حدوداً 20 نوامبر بود. چند روز پیش از اون بانک مرکزی در فرانسه مثل همه بانک ها کنترل میکنه هر بانکی که اینجا هست و حرکات پولی که انجام میشه. اینها متوجه میشن که 600,000 یورو از پولهای سفارت در صدها عملیات بانکی توسط یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی در پاریس فرستاده شده به یک، اینجا میگن پقدی فیسکو، یعنی کشورهایی که درش پولشویی انجام میشه و حساب کتابی نداره و این پولها بعدها برگشته رفته به حساب 2 نفر دیگه از کارکنان. بنابراین 3 نفر اینجا مظنون هستن. بانک مرکزی طبق وظیفه‌ای که داره اطلاع میده به حسابداری سفارت
و از اونها میخواد که بررسی کنن. اینها من فکر میکنم که وظیفه‌شون هم این بوده و ناچار بودن که نمیتونستن این رخداد و مسکوت بذارن. بله. شکایتی میکنه سفارت، اینجا رسم است که میگن بله شکایت بر علیه ایکس، کسی که معلوم نیست، حالا دیگه پلیس و اینها دارن. این شکایت بلافاصله به دادسرای پاریس میره و تحت اقدام هست. این پولها هم پولهایی بوده که گفتن پولهای ویزا و مسائلی بوده که سفارت از مردم میگرفت و اینها